و اما الذین کفروا، هرچی و کسانی که انکار کردن از توحید الله، از نظام الله، و کذبوا، نسبت دروغ کردن به آیاتنا، به دلایل توحید و قدرت الله، و لقاء الاخرت، به ملاقات روز آخرت که الله محاسبه میکنه، از یوم انکار کردن، فاولئک، این مردم فی العذاب، در عذاب محضرون، حاضر کرده شده می باشند. فسبحان الله، پس پاکیست برای الله تبارک و تعالی از هر قسم نقص، عیب، عجز، از شرک. حین تمسون، در آن وقتی که شما شام میکنی، و حین تصبحون، هر وقت که شما صبح میکنی، در هر وقت برای الله تبارک و تعالی چیست؟ پاکیسته. یعنی مومن در هیچ وقت با الله شریک جور نکنه. اینطور نشوه که کسی بگوید که فلان ولی یفته و کشید. یفته که است، این در اختیار شمس تبریز علیه الرحمه است. اگر او بخواه نزدیک میکنش، اگر او بخواه دور میکنش. مایی خدا، گوشت قصابی خدا در او پخته میکنه. دروغ نگو. الله تبارک و تعالی عاجز است چی؟ که آفتاب بکشه؟ نیست. وله الحمد فی السماوات، خاص برای الله حمد است. یکی عقیده سلب آن چیزی که شایان الله نیست. یکی اثبات صفات برای الله است، تنها سلب کفایت نمیکنه. وله الحمد، خاص برای الله است تمام صفات کمال. فی السماوات، در آسمان ها، و الارض، در زمین، و عشیا، در آخر روز، و حین تظهرون، در وقتی که شما ظهر میکنه، یعنی در وقت زوال داخل میشه، در او اختام کل صفات کمال برای کیسته؟ الله. ابن عباس رضی الله عنهما میفرمه که 5 وقت نماز از این آیات ثابت میشه اشارتا. فسبحان الله، حین، پاکیش برای الله تبارک و تعالی. باید پاکی گفته شود، یعنی پاکی الله در نماز گفته شود. در آن وقتی که شما تمسونه، شام میکنه، یعنی شام خفتن در اینجا آمد. و حین تصبحون، در آن وقتی که شما چی میکنه؟ صبح میکنه که نماز صبح دی آمد. وله الحمد فی السماوات والارض و عشیا، این عشی بیگا، این طرف بیگا، این دیگر است. و حین تظهرون، در آن وقتی که شما در زوال داخل میشه، این نماز پیشین است. یخرج الحی من المیت، میکشه الله زنده را از مرده، چوچه را از تخم میکشه، تیغ از خسته و دانه میکشه. یخرج الحی من المیت، مسلمان از مرده کافر. یخرج الحی، عالم، من المیت، از جاهل. و یخرج المیت من الحی، میکشه مرده را از زنده، عکسی از او. و یحیی الارض بعد موتها، زنده میکنه، تر و تازه میکنه زمینه بعد موتها، بعد از خشک شدنش. هم سالا الله تبارک و تعالی نشانه پیدا کردن دومبار براتان نشان میده، به خاطر که در ذهنتان باشه که ما دوباره زنده میشیم. از او خاطر الله میگه و کذالک تخرجون، مثل که همی گیاها یک بار از بین میره، باز دوباره زنده میشه، تر و تازه میشه، سبز میکنه. اینمی قسم شما هم از قبرها کشیده میشه برای حیات جاودانیتان. دیگه چرا او را فراموش میکنی و حیات؟ و من آیاتی، از جمله نشانه های قدرت و توحید الله، ان خلقکم، که شما را پیدا کرده، من تراب، از خاک. خلقکم، خلق اصلکم، اصل شما را پیدا کرده از چی؟ خاک، که آدم علیه السلام است. یا کلی ما را از خاک، چرا از نطفه پیدا میشون؟ نطفه شیره غذاست، غذا پیدا از نباتات شده، نباتات شیریش یا کلی خوراکش از چیست؟ از خاک. ثم اذا انتم بشر، بعد از شما ناگهان بشری است. بشر چی مانا؟ ظاهر میشی در روی زمین، تنتشرون، که پراگنده میشه، هر طرف در کار و بار میروه. تا امیالی که در کار و بار میره و امروز در ترجمه آمده، تربیتی تا نکی کرده بود الله تبارک و تعالی. نشانه قدرت الله را در خود مشاهده نمی کنی؟ و من آیاتی، بعضی از نشانه های قدرت و توحید الله، ان خلق لکم، که پیدا کرده برای منفعت شما، من انفسکم، از جنس خودتان، ازواجا، جفت و جوره را، لتسکنو، که شما یکی با دیگه آرامش اختیار کنی، الیها، یکی اطمینان حاصل کنی، الیها، بسوی سیاسر. و جعل بینکم، گردانیده در بین شما، مودتا، دوستی را، و رحمتا، شفقت و چی را؟ دلسوزی را. ان فی ذلک، یقینا دینمی امر، لآیات، بسیار دلایل است برای قدرت الله و توحید الله، لقوم یتفکرون، برای قومی که از فکر کار میگیره. صاحب مفکوره خو هستن، خو کی کار از پیشی بگیره، یتفکرون شوه. الله تبارک و تعالی سیاست را پیدا کرده از نفس ما، از جنس ماست، انسان است. از امو خاطر تفوق طلبی به کار نیست که بس دیگه زن در طبقه پایین قرار داره. این تفاوت ها برای پیشبرد زندگی است، که امور زندگی
پیش بره، تقسیمات کار معلوم باشه و زندگی ترقی بکنه، این برای از این نیست که تو فوق هستی و تحت است. نه، هر کس وظیفه خود پیش ببره. او اینمی توی است، اینمی ازدواج است که الله ما را برای ما چی گردانیده؟ ازواجا لتسکنوا الیها. آرامش قلب انسان وقتی میاد که سیاسر قطش باشه زندگی. اگر سیاسر شوهر نداشت، شوهر سیاسر نداشت، اطمینان و سکون برش حاصل نیست. ایره بدان، قرآن ایره گفته. واقعا بعد از عقد ازدواج دل آدم در خانه میشینه یا نمیشینه؟ سابق هیچ چیزی رم در خانه نمی آوردی، هر چی میکردی همونطور بیرون خرچ و مصرف میکردی که زن آوردی حالی قدر پابند میشی که پرسان نکن. کار و روزگار هم نمیکردی که زن آوردی حالی صاحب کار و روزگار میشی. الله این گپ گذاشته. یک و جعل بینکم موده، الله در اینجا محبت گذاشته. چقدر محبت اضافه میشه، یکی از دیگه قربان میشه. او رحمت، شفقت پیدا میشه به خاندان یکی با دیگه چی است؟ بگه شفقت میباشه. از همون خاطر اگر تو از یک ولایت یک دختر تو شده در ولایت دیگه دمونجا بروی بگویی که خیشای فلان هستم، همه کلی مردم تو را قدر و عزت میکنه. الله تبارک و تعالی این رشته را قائم میسازه. دو خاندان و فامیلی که با هم خیلی دور بودن توسط عقد نکاح با هم چی میشن؟ نزدیک میشه. این کاری الله است، دیام نشانه و قدرت الله است. چطور شده میتونه یک عقد نکاح سبب و وسیله شود برای نزدیکی دو فامیل خیلی پراگنده؟ چه قسم محبت در بین از یا قائم میشه؟ الله چطور عواطف پیدا کرده در وجود زن و در وجود مرد که یکی با دیگه محتاج میباشن و یکی با دیگه مهربان میباشن. این کلش نشانه های قدرت و وحدانیت الله تبارک و تعالی است. چرا این کار دیگه کس نمیتونه؟ خود تفکر طلب داره. و من آیاته خلق السماوات، از جمله نشانه های قدرت و توحید الله پیدا کردن آسمان ها و الارض زمین است. و اختلاف السنتکم، و دیگه گوناگون بودن مختلف بودن السنتکم، زبان و لهجه های شماست، و الوانکم رنگ های شماست. واقعا این فی ذلک، یقینا در اینمی پیدایش آسمان ها زمین، اختلاف لهجه ها و رنگ ها، لآیات نشانه های قدرت الله، نشانه های دلایل توحید الله، للعالمین برای علماست، کسایی که علم داره برای ازوای بالکل نشانه است. چطور نشانه است؟ همین قدر مخلوق الله پیدا کرده، تفکیک میشه در بینشان. حتما دو چهره را شما با هم در تمام مواصفاتش مشترک پیدا کرده نمیتونید. این مخلوقی الله از آدم علیه السلام تا امروز نمیشه. این خود نشانه قدرت بزرگ الله و دلیل توحیدی کیست؟ اگر الله یکی نمی بود حتما نفر دیگه به ضد ازی پیدا میکرد امور رقم چهره را، خب لیکن نیست، چهره یکی است. چرا؟ قاعده است که اگر آلهه دو باشه حتما در بینشان ضد و ضد بازی چی میشه؟ صورت میگیره، لیکن نمیشه. خب الله تبارک و تعالی لهجه را مختلف کرده، رنگ مختلف کرده. در کوها ببینه، در زمین ببینه، آسمان ببینه، در مخلوق ببینه، لهجه ها متنوع است، به لهجه شناخته میشه. اگر لهجه نشه به رنگ شناخته میشه. این رنگا را کی آورده؟ این لهجه ها را کی آورده؟ الله تبارک و تعالی. بعضی از نشانه های قدرت و توحید الله، منامکم باللیل، خواب کردن شما از طرف شب است، و النهار، و از طرف روز است. یا است که و ابتغاءکم من فضله، در نهار است، او را پشتی سر ذکر کرده. یا گاهی که روزا طولانی شو قیلوله میکنه یا نمیکنه آدم، هر دویش گفته. و طلب کردن شما است، و ابتغاءکم رزق من فضله، از احسان الله که رزق طلب میکنه در روز. امی زمینه را کی برات مساعد کرده؟ اگر الله روزه نه آورد کسی هست که روزه بیاره؟ ان فی ذلک، یقینا دینمی اختلاف شب و روز، لآیات لقوم یسمعون، دلایل توحید الله است، نشانه قدرت الله است. لقوم یسمعون، به قومی که میشنوه، گوش داره، همین قدر خوب میفهمه. و من آیاتی، بعضی از نشانه های قدرت دلایل توحید الله است، یریکم البرق، که نشان میده شما را برق، خوفا از روی خوف و طمعا از روی طمع. یک تعداد که مسافر است که برقک شروع شود که حالی باران میشه، زود دیگه قافله خدا مرش میکنه که خدا در کدام پناهجا برسانه. او دهقانات دیگه خوش میشه، طمع میکنه که حالی باران میاد. چرا؟ به خاطری که خوشسالی آمده. و ینزل من السماء، فرو میفرسته از طرف بالا، ما ان آب فیحیی به الارض، زنده تر و تازه میکنه توسط آب زمین بعد موتها، پس از خشک شدنش. ان فی ذلک، یقینا در آمدن باران، زنده شدن گیاها،
لایات دلایل توحید الله و نشانه قدرت الله است. لقوم یعقلون، از قومی که یعقلون، نمیگه لقوم عاقلون، از قومی که از عقل کار میگیره. عقل خدا را خود کار بگیره. و من آیاتی، بعضی از نشانه ها و دلایل نشانه قدرت الله، دلایل توحید الله، ان تقوم السماء، که استاد آسمان، و الارض، زمین، به امره، به فرمان الله، هر کدام وظیفه مشخص خود انجام میده. ثم اذا دعاکم، بعد از وقتی که شما را بخوانه دعوتا بخواندنی، من الارض، از زمین، الله فرمان بده که بخیزی از زمین. اذا انتم تخرجون، ناگهان شما از قبرها میخیزی و طرف الله تبارک و تعالی روان میباشه، از قبرایتان میخیزی. وله من فی السماوات والارض، خاص در اختیار الله است آن کسی که در آسمان است و الارض، زمین، در زمین است. کلش بنده و مملوک الله تبارک و تعالی است. اگر ملک است، اگر پیغمبر است، اگر ولی است، جن است، انس است، کل له قانتون، کلگی تابعداری کیست؟ الله است. کلگی تابعداری الله است، در زیر فرمان الله است. چطور خیر حاجت روا میشه؟ چرا عبادت برای الله نشوه، برای ازوا شوه؟ چقدر از این کده دلیل. و هو الذی، الله ذاتی است، یبدأ الخلق، که اول پیدا کرده مخلوقه، ثم یعیده، باز دوباره میگردانش، پیدا میکنه. و هو اهون علیه، دوم بار گردانیدن خیلی آسان است بالای الله به نسبت ذهن شما، به نسبت فکر و ذهن شما دوم بار آسان است. به الله اول بار و دوم بار فرق و تفاوتی نداره. و له المثل الاعلی، برای الله شان بلند است، شان خیلی بلند است که ضرورت به شریک نداره. فی السماوات، در آسمان هم شانش بلند، و الارض، در زمینم. و هو العزیز، و الله زبردست ذات است، هیچ به کسی نیاز نداره، هر ارادش نافذ شده نیست، با ضرورت به مشیر وزیر ای گپان نداره. الحکیم، و حکمت والاست، هیچ کار بدون حکمت نمیکنه. بله بعضی امور که به ملائک سپرده که ایر انجام بده، او خالی از حکمت نیست. ضرب لکم مثلا، شرک باطل است. چرا شرک باطل است؟ الله اکبر. شرک قرآنی طور کده، مردم که میگه پختی علاجی جور کده، امو تر پختی علاجی است. خب بازم مردم امو شرک کرده رایست. چرا رقم اینجا مثال بیان میکنه که ما خب بفهمیم. غلام ما داشته باشیم یا نوکر، غلام هم نه که تو خریده باشی، برو نوکر است که تو سرش کار میکنی، آوردنش در خانه برف سرش پاک میکنی. شما یک کسی در دنیا موجود شده میتونه که امین نوکر قطعی خود در مال خود شریک بگردان و بعد از او امو نوکر از امین مال تو مصرف کنه و اینطور شریک شوه که حالی تو خودی تا مصرف میکنی، از انمو نوکری میترسی که او باز خفه نشوه یا غضب نکنه. چرا در یک مال که دو نفر شریک باشه، یک شریک بدونی اجازه شریک دیگه تصرف میتونه؟ نمیتونه. اگر کردی یا سرت غضب میشه یا خفه میشه. خوب وقتی که تو انسان هستی، امون نوکرم انسان، در تمام مواصفات بشریت اردویتان برابر هستی، کدام گپی نیست. تنها اینی قدر فرق است که او نوکر است و تو صاحب مال هستی. تو امو آدم قطعی خود شریک نمیدانی که او تصرف کنه در مالی تو، مثل که تو تصرف میکنی. شریک میکنی شه؟ خوش داری شه؟ خب پس او مخلوقی که الله پیدا کرده، قطعی الله در هیچ صفت شریکم بگه مواصفات شریکم نداره. آیا الله میخواه که تصرفات خود شریک کنه؟ یکی را فلان منطقه را بده، دیگر را فلان منطقه، یکی را فلان مرض بده، دیگر را فلان مرض. بگوه که یکی را بکشه و دیگر را چی کنه؟ زنده کنه، دیگر را بچه بده، دیگر را دختر بده، دیگر را مریض کنه، دیگر را یکی را لول بده، خوش غلطانی ولی شوه. عجیب گپ است، عجیب گپ. چقدر حالت خراب است. این حال مسلمانای ماست. این کتاب الله در خانه ما، این کتاب الله در جامعه ما هم بازم امو عقاید مزخرف شرک داریم. او قرآن چی میگه؟ چی مثال بیان میکنه؟ بیای الله چی میگه؟ ضرب لکم مثلا، بیان میکنه الله برای فهم شما، برای فهمیدن واضح شما، مثلا یک مثال من انفسکم، از نفس خودتان مثال بیان میکنه که خب بفهمی در پیش رویتان. هل لکم، آیا هست برای شما، مما ملکت ایمانکم، از او کسایی که مالک شده دستای راستیتان، یعنی غلاما داره، من شرکا، کسی هست از غلاما شریک، فی ما رزقنکم، دو مالی که ما دادیم تا، تو هم اختیار نداری، مال الله داده، شریک کرده او رقتی خود. فانتم فی سوان، شما دو نمو مال برابر باشه،
تخافونهم که میترسی از امو غلامای شریکتان که خیفتکم انفسکم، مثل ترسیدن شما از چی؟ خود. مثل که از خود میترسی، یعنی کسی که شریک باشه قطی تو از او میترسی، امو رقم غلام دمال شریک و بعد از او وقتی که تو خود تصرف میکنی از او بترسی. امی طور شراکت غلام قد دمال خود شریک میتونه امی رقم شراکت؟ ها؟ کسی آماده نیست که غلام قد خودی طور شریک کنه که حالی خودشان اگر تصرف دمال میکنه از او چی شوه؟ بترسه. اینطوری کار کسی میکنه؟ ها؟ وقتی شما ایره خوش نداری بنده ها، به الله چرا شریک جور میکنی؟ به الله چرا نعوذ بالله در اختیارات و در تصرفات الله مخلوق شریک میدانی؟ یهود عزیر علیه السلام مظهر علم کی دانست؟ الله. گفت تورات در هیچ کس یاد نیست از عزیر علیه السلام است. مظهر علم الله میگه علم محیط الله مظهرش کیست؟ عزیر علیه السلام. ای مثل الله وری علم داره، مشرک است یا مؤمن؟ مشرک است. مؤمن شده نمیتونه قرآن میگه. اگر ما بگیم که تصرفات الله بعضی را شریک خود ساخته، شفاعت ما را میتونه، خیر است، ما خو گناهگار هستیم، الله خو قانون نشست که گناهگار عذاب بده، خو ما اینطور اولیاست که ما را از الله خلاص میکنه بازور. همینطور از قیش میگیره، مثل که حالی کسی در بندیخانه بره، یک آدم تنومن بره یک تلفن بکنه که عاجل الاکو، عاجل الاکنه. میتونه کسی؟ لا یشفع عنده الا باذنه، بدون اجازت الله کس شفاعت هم برای موحد میشه. از این که مثال واضح دیگه است برای ابطال شرک بگوی دیگه. قرآن خود گفت بل اتبع الذین ظلموا، الله میگه بلکه تابعداری میکنه و کسانی که مشرک است اهواءهم، دلیل داره از نظریات و خواهشات خودساخته خودشان، بغیر علم، بدون کدام سند و دلیل. همین مردم ها بگه مریضه که در سخی صاحب میری، چرا میبری؟ کی برات گفته؟ والله سخی صاحب مرتبهش خیلی زیاد است. پیغمبر علیه السلام عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه را جور کده نمیتونه، یکی کور است، عالم برجسته است، امام مدینه منوره، پیغمبر در جهادا میره او را سرپرست مدینه مقرر میکنه. خب پیغمبر علیه السلام چشمش جور میکرد، ها؟ از معجزه و کرامتش چشم از او جور میشد. نه تنها که یکی نامش که کور می بود، بعد در زمان پیغمبر جور میشد. ها؟ میشد یا نمیشد؟ بعد میشد. بچه خدای برای دعوت دین پیغمبر علیه السلام نمیموند ابراهیم یا دیگه‌ش قاسم و طاهره که وفات میکردن، یکیش زنده باقی میموند.